خانم ها آقایون، به 4مین قسمت برنامه روایت سفید خیلی خیلی خوش اومدید. من بهنام فرقانی هستم. خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت دست داده که دوباره در یه اپیزود جدید میهمان شما باشم. امیدوارم از هر جایی که این برنامه رو میبینید یا میشنوید حالتون خوب، عالی و همه چیز بر وفق مراد باشه. هرچند که میدونم تو این روزا شرایط برای همه ما خیلی خیلی سخت شده. من توی این چند وقت گذشته تماس‌های زیادی داشتم، چه از افرادی که با هم دیگه کار میکنیم، چه دوستان دیگر که مشکلات مختلفی متاسفانه گریبانگیر همه ما هست، ولی با این حال آدمی به امید زنده است. امیدوارم که همیشه پر از امید و انرژی و انگیزه باشید. امیدوارم که همه چیز خوب باشه. بریم با هم دیگه اپیزود 4 رو شروع کنیم. جای نرید. این اپیزود قراره با هم دیگه راجع به یه موضوع بسیار حساس، یه منطقه حساس در کلینیک و مطب صحبت بکنیم. خب با هم دیگه میخوایم در این اپیزود راجع به نقطه یا ایستگاهی صحبت بکنیم که بیمار ما بناس به اتاق درمان وارد بشه یا به بخش معاینه وارد بشه. میخوایم با هم دیگه توی چند تا بخش به صورت جداگانه صحبت بکنیم که توی این بخش ها یا توی این ایستگاه چه افرادی درگیر هستن، شما به عنوان پزشک چه نقشی دارید، بیمار با خودش چی فکر میکنه وقتی میخواد وارد بخش درمان بشه، چه پروتکل هایی رو باید رعایت بکنیم، چه اشتباهات رایجی وجود داره، یعنی در مطب و یا کلینیک چه اتفاقاتی میفته که اشتباهه و میتونه آسیب بزنه. توی این اپیزود راجع به این مسائل با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ اصل مطلب. همونطور که میدونید ما توی اپیزودهای قبلی صحبت کردیم، گفتیم هنگامی که بیمار میاد پذیرش چه کارهایی رو باید انجام بده، چرا مهمه و اینها. اما در قسمت درمان فرض بکنید ما بیمار رو پذیرش کردیم، حالا نوبت به معاینه یا نوبت به درمانش رسیده. اگر اجازه بدید من دیگه این مسئله رو تکرار نکنم تا آخر اپیزود، با فرض اینکه بناس ایستگاه معاینه رو بررسی بکنیم با هم دیگه بحث رو جلو ببریم. زمانی که پذیرش بیمار بعدی رو انتخاب کرده یا حالا نوبتش رسیده، معمولا دستیاران میان و فامیل شخص رو صدا میکنن، مثل خیلی از جاها که مثلا خانم موسوی تشریف بیارید. یه نکته که همینجا من لازمه که بگم، خیلی وقتا به واسطه این که در لوکیشن های مختلف فضای اتاق درمان با فضای لابی شاید یه مقدار زیاد باشه، خیلی از بچه‌هایی که تو بخش دستیاری هستن میان فریاد میزنن مثلا خانم موسوی تشریف بیارید. نیازی نیست. اگر تو این جور مواقع شما فضای مطبتون به گونه‌ای هستش که فضای درمان با لابیتون زیاده، حتما به بخش دستیارتون یا فردی که مسئول این قضیه هستش بگید که برن نزدیکتر و از نزدیک صحبت بکنن، از نزدیک این رو اعلام بکنن و از همونجا هم فرآیند استقبالشون رو شروع بکنن. چه اتفاقی میفته؟ اول از همه اینو بگم، حتما برای استقبال بیمارتون از بخش پذیرش به بخش درمان یک نفر رو انتخاب کنید. یعنی اگر شما به صورت لاین کار میکنید و تیمتون مشخصه، یعنی من با فرض اینکه یک شیفت بناس صحبت بکنیم و قرار نیست نیروها جابجا بشن، یک نفر رو به عنوان مسئول انتخاب کنید که وقتی نوبت به درمان بیماری میرسه بیان در فضای لابی بیمار رو صدا بکنن، استقبال بکنن و به سمت اتاق درمان راهنماییشون بکنن. این نکته خیلی مهمه. مطمئنم خیلی جا شاید خودتون دیده باشید یا حتی براتون اتفاق افتاده باشه که بچه‌ها بیمار رو صدا میکنن، خب بیمار میاد وارد بخش درمان میشه، بعد اصلا نمیدونه نه کجا باید بره نه کجا باید بشینه، باید با کی صحبت بکنه. خیلی وقتا خیلی از افراد اصلا محلش نمیدن، یعنی همینطور سردرگمه. بنابراین ما میخوایم اینو ایستگاه به ایستگاه بررسی بکنیم. شاید مسائل خیلی ساده باشن ولی بسیار حائز اهمیتن. توی مرحله معاینه، یعنی وقتی که دستیار شما از بیمار استقبال میکنه، چند تا اقدام رو باید حتما دستیار ما انجام بده یا حالا فردی که مسئول این سیستم هستش. حتما دستیار ما همونطور که گفتم باید از فاصله نزدیک صحبت کنن، آرام صحبت بکنن، حتما لبخند داشته باشن.
اینجا کسی سلام پزشکی یا مثلا استایل خاصی رو به صورت رسمی و خشک رو نمیپسنده. اینجا روابط انسانی پابرجاست. ما اینجا نیاز داریم به استقبال خیلی دوستانه. مثلا میگم خانم موسوی خیلی خوش اومدید، چطورین؟ بفرمایید من در خدمتتون هستم. راهنماییشون میکنن و این فاصله بین اومدن تا اتاق درمان، از لابی تا اتاق درمان هم حتی میتونن صحبت‌های دیگه مثل این که چطور بود، راحت اومدین، مشکل ندارین، چیزی لازم ندارین، اینها باعث میشه که ذهن بیمار نسبت به قضاوت‌هاش و یا خاطرات قبلیش مقدار آرومتر بشه. چرا اینو میگم؟ وقتی بیمار داره به سمت اتاق درمان شما به خصوص برای اولین بار میاد، اینو یادتون باشه ذهن بیمار مرتب داره قضاوت میکنه نسبت به کلینیکی که یا مطب دندانپزشکی که در کودکیش رفته بگیرید تا همین چند وقت پیش که جای دیگه بوده. مرتب داره این مسئله رو مقایسه میکنه که آیا اینجا فرق میکنه واقعا، آیا اینجا به من اهمیت میدن، آیا دکتر واقعا اونجوری که میگن کارش خوب هست، آیا او قرار کلی درد بکشم. مرتب داره این رو تو ذهنش مرور میکنه. پس من تو بخش اول در این قسمت بیشتر تمرکز صحبتام روی ذهن بیماره. اگر فردی که مسئول این کار هست با لبخند بیاد، استقبال بکنم، اونطور که گفتم بگه چطوری این خانم موسوی، خیلی خوش اومدین، راحت اومدین، چیزی نیاز ندارین، یا حالا جملاتی که مرتبط با شرایط هست. من الان یه کانسپت کلی رو دارم باهاتون صحبت میکنم. این باعث میشه که از همون اول یه سری تیکا در ذهن مخاطب بخوره، بگه خب آها استقبال که مثلا کردن، چقدر خوب، چقدر بهم اهمیت دادن. حالا مخاطب وارد یا بیمار من وارد بخش درمان شده. نکته، درمان شما فراموش نکنید، درمان شما از زمانی که بیمار رو یونیت و شما اینسترومنتاتون رو برمی‌دارید شروع نمیشه. درمان شما از لحظه شروع میشه که بیمار پاشو توی اتاق درمانتون میگذاره، از اونجا شروع شده. بنابراین همه پروتکل ها و استاندارداش هم باید صحیح اجرا بشه. اما بریم سراغ بخش دوم، اینکه بیمار وارد اتاق درمان شد، حالا چیکار کنیم؟ خب حالا بیمار وارد بخش درمان شده. اینجا بررسی کنیم که ببینیم چه اتفاقاتی باید بیفته و یا چه اتفاقاتی در حال حاضر میفته. هنگامی که بیمار داره وارد بخش درمان میشه، اگر دستیاران دیگر در محیط هستن و خب مشغول کارهای خودشونن، یعنی با یه پزشک دیگه مشغول درمان دیگری نیستن، خیلی بهتره که اینجا از بیمار مثل فردی که مسئول این کار گذاشتیم به همون شکل استقبال کنن. یعنی دوباره خوش آمدگویی گفته بشه، با لبخند حتما این کار انجام بشه. اینها حس بهتری رو دارید هی مرتباً به بیمار خودتون منتقل میکنید. چون جلسه معاینه واقعا جلسه‌ایه که میتونه یک بار اعتماد رو شکل بده یا میتونه کامل اون اعتماد از بین ببره. بنابراین نقش تیم ما اینجا خیلی پررنگه. بعد از اینکه خب بالاخره این استقبال انجام شد، حالا باید راهنماییشون بکنید که روی کدوم یونیت بنشینن. من خیلی وقتا تو خیلی از کلینیک‌ها و مطب‌ها دیدم که بیمار رو صدا زدم، بیمار اومده فضای درمان، بعد دیگه رهاست. یعنی هیچ کس نیست بهش بگه که آقا کجا بشین، کجا نرو، کجا بیا. هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. حتما باید راهنماییشون کنید. و مسئله بسیار مهم، وقتی بیمار رو راهنمایی کردین رو یونیت بشینه، خب خیلی از بیماران وسایل دارن. من خودم همیشه مثلا کیف پولم و گوشیم و سویچ و نمیدونم همه چی دستمه. وقتی که میخوام رو یونیت بشینم قطعاً، یعنی بارها مطمئنم که دیدید که بیمار همینطور دور و برش رو نگاه میکنه، میگه که من اینو کجا بذارم، با خودش داره فکر میکنه اینا رو چیکار بکنم. حتما قبل از اینکه این اتفاق بیفته باید دستیار شما وسایل‌های بیمار رو ازشون بگیره، نکته جایی بذاره که بیمار بتونه اونها رو ببینه. یعنی ازشون نگیرین ببرین بذارین یه اتاق دیگه یه ور دیگه. اگر امکانش هست براتون جایی باید بگذارید که بیمار بتونه وسایل خودش رو ببینه، یا اگر در کامودی جایی میخواین بگذارید بهشون اطلاع بدید که مثلا خانم موسوی، امروز گیر دادیم به خانم موسوی که شما وسایل شما رو من گذاشتم توی فلان کمد اینجاست. خیلی مهمه، اینو حتما لحاظ بکنید. نکته بعدی این که وقتی بیمار نشست روی یونیت و شما حضور ندارین، حالا راجع به این که دستیار باید بشینه و اینا که صحبت میکنیم، اما
خیلی حواستون باشه که اتاق درمانتون مرتب باشه. یعنی مثلا میگم اسکنر یه ور نباشه با یه حالت نه چندان خوبی، ابزارا خیلی پخش و پلا نباشن، اتاق درمان خیلی نامرتب نباشه، چون اینا تو ذهن بیمار داره تاثیر خودش رو میذاره دیگه. گفتم بیمار با ذهن خودش الان اومده جای شما و مرتب داره قضاوت میکنه. نظم در وسایل بسیار اهمیت داره. اتاق باید همیشه اتاق درمان مرتب باشه، یعنی دستیارای ما باید حواسشون باشه که بین بیماران حتما فضای اتاق رو چه از نظر نظم در ابزارها، چه از نظر نور، چه از نظر بو، از همه این نظرها باید همه چیز در حالت نرم رو به خوب باشه. اما یه نکته دیگه، شما هنوز نیومدید، شما هنوز به عنوان دندانپزشک نیومدید تو اتاق درمان. وقتی که بیمار رو یونیت نشسته، تا جایی که مقدوره اصلاً بیمار رو تنها نذارید. اینم جزو اون اشتباه رایجاییه که زیاد دیده میشه. یعنی شما نیستید، استقبالم شده، دستیارم اومده راهنمایی کرده، بیمارم رو یونیت نشسته، دیگه میرن یه سمت دیگه، مثلا یه کار دیگه بکنن. اینم جزو اون اشتباهاتیه که میتونه تجربه نچندان خوبی رقم بزنه، چون اونجا بیمار همینطوره مرتب نگاه میکنه، میچرخه، دنبال اینه که این نگرانی و اضطرابی که داره رو به یکی توضیح بده، با یکی حرف بزنه. بنابراین اینجا حتما همون فردی که داره استقبال میکنه یا اگر مسئولینش فرق میکنه، یکی از دستیارا باید کنار مراجعه کننده بنشینه، حتما هم فامیلش رو بدونن، یعنی یه دقیقه پروندهشون رو نگاه کنن اگر نمیدونن و وارد دیالوگ بشن. دیالوگ دوستانه ها، نه راجع به درمان یا من مثلا بیام پرزنت بکنم چیز خاصی رو، نه، راجع به روابط انسانی کلی صحبت میتونن اینجا بکنن و ارتباط و تعامل بگیرن. یه مهارتی که من فکر میکنم تو اپیزودهای قبلی، الان خاطرم نیست ولی فکر میکنم تو اپیزودهای قبلی هم صحبت کردیم، بحث گوش دادن فعالانه است. اینو هم شما به عنوان پزشک باید رعایت بکنید، هم دستیار شما. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بیمار داره باهاتون صحبت میکنه یا شما به عنوان دستیار رفتید اونجا نشستید داری صحبت‌های بیمار رو گوش میکنی، همینطوری نباید زل بزنید به بیمار. گوش کردن فعالانه یعنی هر از گاهی تایید کنید، شما هم در بحث اینوالو بشید، یه مقدار تعامل بیشتری بکنید که بیمار احساس کنه دارید به حرفش گوش میدید، احساس میکنه داره شنیده میشه. این خیلی مهمه. بنابراین اصلا بیمار رو تنها نذارن بچه‌ها که تا زمانی که حداقل شما میاین. و برسیم به قسمت، میگه چیزی نوشتم خودم هم نمیتونم بخونمش. بریم سراغ بخش بعدی که میخوام در این بخش شما رو وارد سناریو اون بکنیم. خب اینجای داستان شما اومدید. یه نکته رو بگم، وقتی بیمار روی یونیت میشینه در بی‌دفاع ترین حالت ممکنه، یعنی واقعا دیگه همه چی رو به شما میسپاره، رو هیچ چیزی هم هیچ کنترلی نداره. بنابراین هر چیزی که توی این مرحله داره میبینه بسیار بسیار روش تاثیر داره. دلیل این که میگم اتاق باید منظم باشه و اینها، یه دلیلش اینه که از اون تصمیم‌هایی که شاید اشتباه هست جلوگیری بشه تو ذهن مخاطب. اینجا اینکه یه ابزاری اشتباه برداشته بشه، اینا همه داره اینا رو نگاه میکنه و چون کاری هم دستش بر نمیاد میتونه باعث استرس و اضطرابش بشه. حالا شما وارد بخش درمان شدین، حتما مستقیم سراغ اصل مطلب نرید، خصوصا اگر در معاینه هستید یه سلام احوال پرسی گرم بکنید، برای معاینه هاتون وقت بگذارید. یعنی فراموش نکنید سرعت در درمان الزاماً امتیاز به حساب نمیاد یا شتاب زدگی امتیاز به حساب نمیاد. اینکه من برای مخاطبم ارزش قائلم، برای بودنش، برای وقتش ارزش قائلم، اینا ارزش مجموعه شماست. وقتی بیمار نشسته و شما میخواین معاینه بکنید، مستقیما سراغ پرونده و عکس و OPG و CBCT و X و Y نرین. اول با خودش صحبت کنین. مثلا میگم خانم موسوی چطورین؟ چه خبر؟ چیه مشکلتون؟ بعد شما گوش کنین.
حداقل یه تایم 6-7 دقیقه شما گوش کنین راجع به مشکلاتی که بیمارتون داره بهتون میگه. بعد از اون اگر میخواید برید عکس رو نگاه بکنید، یه جمله ساده یه تغییر بزرگ رو منجر میشه. اجازه میدید عکستون رو نگاه کنم ببینم مشکل چیه، بعد با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم؟ چه فرقی میکنه اگر من این جمله رو نگم؟ چه مثلا بگم خب عکسشون رو بدید من برم تو عکس. شما با این حرفتون عملاً به اون بیماری که بی‌دفاعست و نشسته دارید یه حق انتخابی میدین. میگین اجازه میدی یه موافقتی ازش میگیرین. موافق هستی که با هم عکس رو نگاه کنیم بعد ببینیم مسئله چیه؟ حالا اگر عکس رو دارید نگاه میکنید، نکته بعدی توضیح شفاف و ساده است. هیچ زمانی به بیمارانتون توضیحات آکادمیک و تخصصی ندید مگر همکارتون باشه. من نمیفهمم سافت تیشو یعنی چی. بعد وقتی شما اصطلاحات اینطوری به کار میبرین، بیمار ناخودآگاه نگرانیش بیشتر میشه از دو بابت. یکی این که اصلا نمیفهمه چه بلایی قرار سرش بیاد، دوم این که اصلا نمیدونه چقدر هزینه داره، این فکر میکنه این هزینه ها هی داره میره بالا و بالاتر. بنابراین تا جایی که میتونید در معاینه ها خیلی ساده صحبت بکنید. اگر هم در خصوص درمان، یعنی در مراحل پروسیجری درمانتون هستین، اینجا هم هر مرحله رو که میخواین شروع بکنید یه توضیح کوچیک بدین. مثلا من این پوسیدگی‌ها رو برمی‌دارم، استپ بعدی میخوام همچین کاری بکنم. این به واسطه همون بحث بی‌دفاع بودن است. اینکه اعتماد سازی رو از این طریق داره از شما دریافت میکنه. من بارها مراجعین رو دیدم که وارد اتاق معاینه شدن، همون ابتدا پزشک اومده عکس اوپیجی رو برداشتن نگاه کردن، داخل دهانم چک کردن، بعد یه طرح درمان بلند بالا هم دادن، بعد پرونده رو میدن به بیمار، میگن خب بچهای پذیرش راهنماییتون میکنن. بیمار میره پذیرش، میگه که من چیکار باید بکنم، بعد پذیرش هم یه نگاهی میکنه میگه شما اول این کار، بعد این کار، بعد این کار، بعد این کار. یک کدومش هم خود بیمار نفهمیده. یکی از دلایلی که بیماران شما میان معاینه و بعدش دیگه نمیان همینه. این که من به عنوان بیمار اون تجربه مثبتی که باید اون اول میگرفتم و نگرفتم. شما اون وقتی که به مهارت اون گوش دادن فعالانه، اون انرژی که باید بگذارید، اون روابط انسانی که باید شکل بدید رو ندادین. شما فقط میخواستید معاینه کنید برید سراغ درماناتون، با اینکه معاینه ها خیلی کلیدی هستن. شما اینجاست که روابطتون رو با مراجعینتون میسازین. اوکی؟ بریم با هم دیگه سراغ بخش بعدی. روایت سفید. خب بسیار عالی، امیدوارم تا اینجا برنامه خسته نشده باشید. با هم دیگه بریم سراغ اشتباهات رایج تو بخش بعدی صحبت بکنیم. میخوام یه چند تا از تجربه ها و آن چیزهایی که خودم دیدم بهتون بگم. قطعا شما هم دیدید. یکی از اشتباهات رایجی که معمولا توی این ایستگاه اتفاق میفته اینه که شما مشغول درمانین، دستیارای شما دارن اون قسمت اتاق درمان با هم شوخی میکنن، میگن میخندن. یکی از خطاهای بسیار رایجه. بیمار داره میشنوه اینا رو. من هر از گاهی به دستیارای برخی از مجموعه میگم درسته بیمار داره حالا درمان میشه ولی گوشاش میشنوه هنوز. بنابراین اصلا حرفه‌ای نیستش که شما توی اتاق درمان دارید با هم شوخی غیر از راجع به مسائل، اصلا کلا جاش خیلی نیست. میتونیم با هم حالا صحبت بکنیم ولی اینا یه عرفی توی فضای درمان داره. دومین چیزی که خیلی توی این مسائل اتفاق میفته، صحبت راجع به یه بیمار دیگه است. بعضا حتی پزشکان عزیزمون هم در این بحث مشارکت میکنن، یعنی راجع به نفر قبلیش یا نفر قبلی ترش یا بیمار دیروز همینطور که دارن کار میکنن راجع به اون هم دارن صحبت میکنن. مثلا دیدی فلانی چی شد، اینجوری شد. خب اون بیمار مطمئن نمیگه آقا منم برم راجع به منم اینا همینطوری صحبت میکنن. بنابراین اینا اشتباهات خیلی رایجه ها، یعنی متاسفانه خیلی زیاد اینا رو میبینیم. یه مسئله دیگه، یه اشتباه رایج دیگه که تو این قسمت باید جلوشو بگیرید و نذارید اتفاق بیفته، دوره هم جمع شدن اساتیده. یعنی وقتی که شما دارید درمان رو انجام میدید
2 یا 3 تا از نرس‌ها میرن با هم دیگه مثلا کمی عقب‌تر از شما وای میسن با هم دیگه صحبت میکنن. اونم خوب نیست. نیروی درمان شما یا دستیار شما در تمامی مراحل درمان باید کنار شما باشه. حالا چه شما کار آنچنانی داشته باشید چه نداشته باشید، نباید از شما فاصله بگیره که اگر 1% شما چیزی لازم داشتید نخواد برگردید صدا بکنید مثلا فلانی بیا اینو به من بده، این خوب نیست. مگر در شرایط ضروری. ما اصلا صحبتمون راجع به مسائل ضروری نیست، صحبتمون راجع به روتین اتفاقاتیه که داره انجام میشه. بنابراین خیلی مراقب این داستان باشید، چون بالاخره اگر هم دیدید که تو سیستم داره یه همچین اتفاقی میفته، همونجا بدون اینکه گفتاری بخواید چیزی رو برسونید یه لحظه به پرسنلتون نگاه کنید، یه علامتی بدید که بس قطعش کنید دیگه، ادامه ندید. یعنی اصلا جلوی بیمار برنگردید بگید آقا مثلا بچه‌ها صحبت نکنید، بچه‌ها شوخی نکنید. اینا خودش باز رفتار اشتباهیه که باید بعداً راجبش با پرسنلتون صحبت بکنید. ببینین اگر شما این ایستگاه رو درست طراحی کنید که همونطوری که میدونید یکی از ایستگاه‌های تجربه بیمار هست، اگر این ایستگاه رو درست طراحی بکنید شما در اعتماد سازی و وفادار سازی مخاطبتون برنده هستید بلا استثنا. گاهی وقتا وقتی همکاران دندانپزشک به تیم من در فیوچر میگن که بیاید روی سوشال مدیا کار بکنیم، من همیشه میگم اول سیستم داخل، اول تجربه مراجعه کننده فعلی، چون همیشه پیدا کردن مراجعه کننده جدید از مراجعه کننده فعلی بسیار ساده تر از پیدا کردن مراجعه کننده جدیده. و اگر شما توی هر کدوم از این ایستگاه‌ها جوری تجربه بیمار رو دیزاین بکنین که احساس اعتماد رو شکل بده، شما در این ایستگاه برنده خواهید بود. و اگر واقعا به دنبال ساخته یه برند پایدار هستید، یه مجموعه با یه نام نیک هستید، کاری بکنید که بیمار واقعا با علاقه و اعتماد و اطمینان پیش شما بیاد. و همونطور که تو اپیزودهای قبلی هم گفتم، الزاماً دستگاه‌ها یا تجهیزات بنا نیست این کارو بکنید، بلکه همش بر پایه روابط انسانی هستش. و این ایستگاه‌ها که در مطب و یا کلینیک دارید، مهمترین ابزار مارکتینگ شما هستن. اول اینها، بعد سوشال مدیا. من توی همین برنامه مفصل با شما راجع به سوشال مدیا صحبت میکنم به عنوان شخصی که بالای 10 سال 11 ساله که توی این فیلد دارم تو همین زمینه کار میکنم، ولی به عنوان همین فرد به شما میگم که تجربه داخلی بیمار و سفر بیمار در مراکز شما مهمترین ابزار مارکتینگ شماست. روایت سفید. مرسی که با من تو این اپیزود همراه بودید. ممنون که وقتتون رو گذاشتید. امیدوارم براتون مفید فایده بوده باشه. در اپیزود بعدی با هم میریم سراغ مرحله پس از درمان که به 2 دسته بین جلسات و اتمام درمان تبدیل میشه. اونجا هم مفصلا کلی صحبت داریم با هم دیگه بکنیم. مراقب همدیگه باشید تا اپیزود بعدی. فعلا خدا نگهدار.